طعن در شان پیغمبر زدن که پیغمبر این عمل نمیدانست خوبیشه. من این خوبیشه میفهمم. بدعت خواب بفهمی مذمت بدیشه زشتیشه که بدعت چرا بد است. قرآن خب ما را گفت اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. کاش که همینجا قطعش اضافه میکرد یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اطیعوا مالکا و اطیعوا احمد ابن حنبل و اطیعوا شافعیا و اطیعوا ابا حنیفه رحمت الله علیهم. اگر بر ما میگفت بالکل درست پشت نظریات هر کدامشان روان بودیم. شما خو میگی چرا گپایش کلش خو غلط نیست. ما میگیم هر گپش که غلط نیست با سر رو چشم قبول داریم. دلیل داره، سند داره و ما که پیروی از او میکنیم او تقلید نیست. چرا دلیل داره ایره به نام چی یاد میکنه؟ اتباع. تقلید خوره میگه که دلیل نداره. ما میگیم که کدام گپش دلیل نداره پشتش نمیریم. اینی گپ است. مخالفت ما در کجاست؟ ما را مردم میگه مذهب قبول نداره. مذهب ما خو مذهب پیغمبر را پیش گرفتیم، روان هستیم. این می رقم هر جایی که قولی هر عالم موافق حدیث پیغمبر است بسر رو چشم قبول داریم، عمل سرش میکنیم. چرا؟ به خاطر که محبت رسول با محبت پدرم برابر نیست، از نفسم برابر نیست، بگوی از اولادم برابر نیست، از امامم برابر نیست، از پدرم برابر نیست، با هیچ کس برابر نیست. محبت رسول محبت است، او را پیش میکنه. همین معنیش است. قرآن از این خاطر میگه ولا تبطلوا اعمالکم. چرا اشاره میکنه؟ هر عملتان که به نقشه پیغمبر نبود عمل باطل است، باطل است، باطل است، ولو که تو بگویی که بسیار خوب عمل است. ان الذين كفروا ولا تبطلوا اعمالکم. در اینجا یک مسئله فقهی دیگرم. باطل نسازی اعمالتان ایره دلیل میگیره کسی که شروع به نفل بکنه، اگر روزه باشه نماز باشه باید باطل نکنه. اگر باطل کرد سرش لازم است که همین نفل خود باز قضا بیاره. از امو خاطر در فقه حنفی یک صورت سور ثمانیه میگه برشان که نیتی چاره کردی یا دور رکعت نفل کردی، در یکیش قرائت کردی در دیگهش نکردی، صورت ثمانیه را جرم میکنه. جمهور علما میگه غیر از عمره با وصفی که سنت است یا به نزد بعضی واجب است که شروع کردی باطل کردن نمیتونی، بعد در آخر برسانی. باطل کردی پس قضای شبیار پشت سر سوره فتح همونطور در این مورد است. اما در نماز در روزه نفل کننده اختیارمند است، دلش در سر میرسانه دلش ترک میکنه. از او خاطر ولا تبطل میگه. چرا؟ و میگه ولا تبطلوا اعمالکم، عملتان باطل نکنیم. ما میگیم بطلان عمل نیست، چیزی را که شریعت اختیار برات داده او بطلان عمل نمی باشه. شریعت اختیار داده تا. ان الذين كفروا یقینا کسانی که کافر شدن، انکار ورزیدن از عقیده توحید الله، از نظام الله، و صد من کردن مردم عن سبیل الله، از راه الله تبارک و تعالی، ثم ماتوا بعد از او مردن و هم کفارون در حالی که و کفار هستند، فلن یغفر الله لهم، هرگز الله برش بخشش نمیکنه بلکه همونطور الله یاره در جهنم میبره. فلا تهینوا و تدعوا الی السلم، فلا تهینوا شما سست نشوی، به همت و کم همت نشوی، و تدعوا الی السلم ولا تدعوا لا را اینجا بقى ولا تدعوا الی السلم، بصلح شما دعوت نده، پیش از پیش اول از طرف شما. یک فلا تهینوا همت از دست نده که و تدعوا الی السلم شما دعوت بده به صلح. اینقدر به همت نشوی که شما دعوت به صلح بده، این کار نکنی. صلح خون حدیبیه صلحش هست، پشت سر آمده رایست. پیشنهاد اگر از کافر بود بالکل صلح بکن، خود شما پیشنهاد صلح نکنی. چرا؟ پیشنهاد صلح از شما نمایندگی چی میتونه میکنه؟ بی غیرتی و ضعف ایمانی تانه میکنه. از او خاطر شما پیشنهاد نکنی. و انتم العلون، قرآن براتان گفته شما غالب هستی، زور هستی، عالی هستی. دو مطلب داره. شما زور هستی از نگاه دلایل، شما دلیل داره، شما سند داره، بالکل کسی در مقابل نظامتان هیچ نوع مناظره کردن نمیتونه. از همون خاطر دست شما بالاست، قطعی هیچ کس اول پیشنهاد صلح نکنی. دوم و انتم الاعلون، شما آخر الامر کامیاب هستی، اگرچه در اول امر گاهی اوقات براتان شکست پیدا میشه، لیکن آخر الامر غلبه از شما است. والله معکم. چرا؟ به خاطری که الله نصرت الله امر شماست.
ولا یترکم هرگز ضایع نمیسازه یا کم نمیسازه الله اعمالکم عملایتان ثواب اعمالتان الله کم نمیکنه. شما با این فکر نباشی که البته الله بر ما اجر نمیده، نه، هر عملتان خصوصا که در راه جهاد الله باشه اوه قدم که میورداره. انما الحیات الدنیا، بله آدم آسایش طلب است. یک چند روز میگه روز و روزگار بکنیم، امروز هم مردم میگه جنگ جنگ جنگ، خیرابی خرابی خرابی، ویرانی ویرانی. خیر چی کنیم؟ خیر چی کنیم؟ نه یک کمی از صلح کار بگیریم، صلح خیر است، صلح خیر است، صلح خیر است، صلح خیر است، صلح بکنیم. صلح سری چی بکنیم؟ صلح را یک دفعه شرایطش بدان که کدام صلح، چه قسم صلح. اگر این طور بود که تنها زندگی خب میخواسته، خروسا خیلی خدمتگار قوی بود، اتر خدمت میکرد، کارخانه جور میکرد، سرک جور میکرد، بلدنگا میکرویانا براتان جور میکرد. تیل بود که مثل چی واری آمده بود، ارزانی بود که هیچ پرسان نکو. راستی هم همونطور که میگفت کر غاړو کالی غاړو، او دیگهش دیگه چی بود؟ ډوډۍ غاړو. همون ډوډۍ کر و کالی را زیاد کرده بود. باز خو جهاد نمیکرده، نه باز جهاد نمیکرده. چرا که آسایش، نه، مومن پشت آسایش نمیگرده. مومن پشت برقراری دین الله میگرده، حاکمیت دین الله میگرده، مراسم دین الله به وجه درستش نافذ شوه، فضا اسلامی بگرده، حاکمیت از اسلام باشه. فقط مومن زندگی عزتمند داشته باشه، به می خاطر است. از او خاطر قرآن بر ما میگه انما الحیات الدنیا، یقینا زندگی دنیا، لعب بازیچه است، و لهو امر مشغول کننده است، یک تماشا است. و این تؤمن، و اگر شما ایمان داره، عقیده داره به الله تبارک و تعالی، یعنی ایمانتان پخته شوه، و تتقو، از تقوا کار بگیره، یؤتکم اجورکم، مید الله براتان پاداشایتان، ولا یسألکم اموالکم، الله از شما سوال نکرده مالایتان که کلش مصرف کنه، کل مالا را از شما نخواسته، بلکه بعضی مالا را یا 10 میسه یا 5 میسه یا 20 میسه یا 40 میسه، یکی خیلی مالی که از شما طلب کرده. یک پشت سر چی میگه؟ یکی ولا یسألکم اموالکم، از شما نخواسته مالای شما را، بلکه هر چیزی که در دسترستان است مال الله است. اگر به شما امر میکنه که انفاق بکنید، در حقیقت امر به انفاق مالی خود میکنه، شما خو ملکیت نداری. دو سوم ولا یسألکم اموالکم، الله سوال نمیکنه، نمیخواد از شما اموالکم، مالای شما را، مالای شما را نمیخواد. چی رقم؟ نمیخواد الله تبارک و تعالی مالای شما را برای خود که برای از او فایده برسه به الله، بلکه برای منفعت خودتان است. اگر مالتان مصرف میشه، منفعتش پس عاید برای شما میشه. سه ترجمه شد. اینجا الله میگه و این تؤمنوا و تتقوا، زندگی دنیا لعب و لهو است، بالکل واقعا بازیچه است، ساتیری و خود مشغول کردن است. عمرتان از پیش تا آلی را بررسی کنی، کلش بازیچه بوده، خلاص هیچ چیز نبوده. قرآن برای ما میگه در مقابل ارزش‌های عالی پایدار و باقی چطور شده میتونه انسان فریب اینمی بازیچه شود؟ چطور شما جهاد ترجیح نمیدی؟ چطور مبارزه با کفر نمیکنی؟ چرا فکر میکنی در دنیا یک چند روز این طرف بازی و مستی بکنیم، ورزش ها را از یاد میبری؟ یسألکموها، اگر از شما سوال بکنه الله، طلب بکنه از شما الله مالهای شما را، فیحفکم، پس خود مبالغه بکنه در خواستن، تبخلو، بازم شما بخل میورزه، نمیده مالایتانه، و یخرج ادغانکم، میکشه امو کینهایتانه که در قلبتان است، توسط بخل کردنتان، توسط بخیلیتان امو کینه مکمل از قلبتان واضح و افشا میشه که شما دلتان پر از چی است؟ چه رقم اراده داره و چی میکنه؟ اینه اگر الله شما طلب میکنه آخرش فاش میشه. ها انتم هؤلاء، آگاه باشی همین شما مردم، یک گروه مخاطبین که منافقین بودن، تدعون لتنفقوا فی سبیل الله، دعوت خوانده میشوه، دعوت داده میشوه لتنفقوا که شما خرج کنی، مصرف کنی، فی سبیل الله، در راه الله تبارک و تعالی. فمنکم، بعضی از شما، من کسی از یبخل که بخل میورزه، و من یبخل، او کسی که بخل میورزه مال خود مصرف نمیکنه، فانما یبخل عن نفسی، یقینا بخل میکنه، این بخلش ناشی و پیدا شده از اونمو عقیده که در نفس عزیز، یعنی از امو چرک و آلودگی که در نفس خودش است، بخیلی میکنه.
خب والله الغنی، و الله به پرواز ضرورت به مصرف های مالای شما نداره. و انتم الفقراء، شما نیازمند هستی که به خرج کردن مالا نیاز به اجر و بخشش الله تبارک و تعالی داره، جنت الله داره. الله خو هیچ چی نداره. قرآن بر ما میگه شماست که شما دعوت داده میشه به سوی نفقه کردن، خرج کردن در راه الله تبارک و تعالی. خب بعضی شما بخل میورزه. قرآن اگرچه صفات منافقین هم زمان الله بیان میکنه، آیات قرآن در یک مورد نمی باشه، بلکه صفتای مشخص نعوذ بالله و مردمایی که بزدل است و مردمایی که در قلبشان ایمان رسوخ نیافته از او هم بیان میکنه. امروز ما و شما در اینمی رقم مطالبه قرار داریم، بلکه سخت قرار داریم. سخت چرا میگم؟ به خاطری که دنیای کفر مکمل تسلط حاصل کرده، هم از نگاه نظامی مکمل تسلط دارد. در هر نقطه افغانستان نیرو دارد که بخواه کارا میتونه نمیتونه. یکی این مبارزهشان امی رقم. دیگه مبارزه خیلی از این مبارزه کده خطرناک مبارزه است، بسیار خطرناک. مبارزه فرهنگی، دعوت‌های گوناگونی از یاست که از طریق رادیو، تلویزیون، شبکه‌های اینترنت، از طرف‌های دیگه مراکز نعوذ بالله خیرخواهی و حقوق بشر و نام‌های گوناگون داره در هر جای. و یک دم مردم دعوت داده رایسته. دختری جوانی ما، بچه جوانی ما معلومات نداره، نه این مردم هم میشناسه، بلکه من حیث یک مردم خیرخواه، مردمی که برای ما مکتب جور میکنه، مؤسسه جور میکنه، اینمی رقم میشناسه یا نمیشناسه که یا دشمنی کیستن، اصلی دشمنیشان از کدام را پیش میاد. این توسط چی بیدار میشه؟ توسط مراکز قرآن حدیث بیدار میشه که مردم درک میکنه. اگر شما را انشالله تا آلمان هم کش کنه، تا امریکا هم کش کنه، انشالله همونجا از خود دفاع کرده میتونه. و هر نوع نیرنگ از یار شما میدانه که مقصدش چی است. لیکن یک برادر و خواهر جوانی ما که یک روز آیت قرآن نشنیده، فرفته تمام زرق و برق مادی از واش شده، بالکل خود میبازه. اما طور شده یا نشده؟ خود نیاز به چی است؟ به احیای همچو مراکز. به احیای چی؟ همچو مراکز. بزرگای دینی ما و کسایی که مال و دارایی داره مسابقه سیرت برپا میکنه، چند هزار دلار موتر میگیره. چند هزار دلار. جناب تو که در دین با محمد صلی الله علیه وسلم محبت داری، این مردم آشنا با حدیث پیغمبر بساز، این مردم آشنا با قرآن بساز. موترها را میگرفتی که اینجا جای نمیشودیم، میرفتیم در مسجد ایدگاه. حالی که در مسجد ایدگاه میبودیم، اونجا که 100 موتر اینجا استاد میشد و میگفت که یک دم کفر در چیسته در لرزه میآورد که مسلمان خود کلش یا محبین قرآن هستن، این در درس قرآن آمده. لیکن ما جایی که نام باشه، اشتهار باشه، مولوی صاحبم یک چیزی برش میرسه در جیبک، او هم خوش است. همیطور برنامه ها را او هم خوش است، او هم خوش است. آن چیزی که ضرورتی مردم است، نیازی مردم است، الله از ما مطالبه میکنه، او وجود نداره. قرآن برای ما میگه ها انتم اولای، با خبر آگاه باشه شما مردم هستی، تدعونه که دعوت داده میشه، لتنفقوا فی سبیل الله، که خرج کنه در راه الله. راه الله را آدم بشناسه. راه الله برای مسابقه است؟ راه الله مسابقه است؟ در زمان صحابه کرام اگر مسابقه شده، من میگم بیشک مسابقه در یک سیرت نمیشه، مسابقه در عمل شوه، دیده شوه کی عمل کرده، آیات قرآن بده، عقیده توحید بده، مسائل دین برشان بده که حل کنه و واضح کنه. بعد از او اگر این رقم مسابقه هم گرفته میشد، باز میگفتیم مسابقه قرآن میشد که مطالب قرآن چقدر مقاصدش مردم یاد داره. 2000 سوال میگفت که مولوی صاحب جور کو که معلوم شود شهر کابل کدام جوان اول نمره میشه در فهم قرآن. لیکن اینطور مسابقات از یک مرکز نمیخیزه. یک کمی ملامت هم نکنیم. بگو چرا نکنیم؟ عمیق سوال از قرآن کی جور کنه؟ کسی که با قرآن رابطه نداره سوال از قرآن از کجا جور کنه؟ رابطه ندارن. باز چی میگن؟ 12,000 نفر شرکت کرده، 16-20,000 نفر شرکت کرده. ما مسابقه قرآن جور میکنیم، باز معلوم میشه که چند نفر شرکت میکنه. که خود به خود نمایان شو محبت با قرآن داره مردم یا نداره. حالا که دفاع از قرآن میکنیم که سوختان قرآنه. ما چقدر با قرآن محبت داریم. مالدارا خب فکرتانه بگیره،
الله شما را دعوت میده. واقعا بهترین موقع است، نیازمندترین موقع است. آنقدر ضرورت داریم که ما در هر گوشه مرکز داشته باشیم. الحمدلله این طورام نیست. حالی همین برادرای جوان و خواهرای جوان ما هر کدامش آماده است در روز 1 ساعت 2 ساعت در هر نقطه درس بگوید. اگر ما حلقه های داشته باشیم، همین جوانای خیلی ماشاءالله مبارزه، همین خواهرای مبارزه در مرکزها در هر جای برای 1 ساعت خواهرها در فلان نقطه فلان مسجد فلان جای جمع شود. آیا نمیتونه در مکتب که میاد 1 ساعت پیش طلب میکنه؟ یک خواهر جوانی ما میتونه امونجا برای 1 ساعت برنامه عقیده، برنامه تفسیر داشته باشه. باز بعد از دنیای کفر بگویه یک نفری ما را اغوا کنه که اغوا میتونه یا نمیتونه. لیکن امروز ما در این حالت قرار گرفتیم. این حالتی بود که مسلمان ها زیاد نیاز برای کمک مالی داشتن. چرا؟ مبارزه بود، جهاد بود با امرای کفار. منافقین خب مالا داشتن در اونجا، ولی اینجا پسکشی میکردن، بخل میورزیدن. امروز ما به نمی رقم هستیم، خب تجارای برجسته داریم، خب لیکن خب موقع مصرف هم بر ما میسر شده. دیده شود که کی مصرف میکنه کی نمیکنه. در کل کابلتان یک مدرسه را شما پیدا کنه که با کمک مالی مردم مخلص پیش میره، غیر از این مدرسه. غیر از این مدرسه یک مدرسه دیگه نداره. حتما از یک شینگ بگوی در اوخورش آب انداخته میشه. غیر از این مدرسه الحمدلله. در این مدرسه یادتان باشه این مدرسه مربوط یک گروه نیست، یک گروه. ما که سلفی هم میگیم، گروه نمیگیم. سلفی یک عقیده سلف است، تنظیم و گروه نداریم، فقط مسلمان هستیم الحمدلله، برای اسلام خدمت میکنیم. زمانی که مدرسه ما گروهگری را پیدا کرد باز دیگه دست بکشه. گروهگری نیست، منظوری ما فقط به خاطر رضای کیست؟ الله تبارک و عام شدن مفهوم قرآن، عام شدن عقیده قرآن که مردم عقیده قرآن یاد بگیرن. دیگه از او خاطر در امتحان سخت مالدارای امام قرار داره. اینطور هم فکر نکنه که ما خلاص میشیم. الله چی میگه؟ والله الغنی، و الله غنی است، برای خود طلب نداره. و انتم الفقراء، شما نیاز داره. این مال که مصرف میکنه نیاز به جنت داره، نیاز به کسب مراتب عالی و درجات عالی در جنت داره، از خاطر مصرف کنه. و ان تتولوا یستبدل قوما، بلی اگر اعراض میکنه الله به منافقین در زمان میگه یستبدل، در عوض شما میاره قوما، یک قومی را غیرکم که مغایر شما باشه، غیرکم صفتی از مثل صفت شما وارد نباشه که در جنگ بزدل، در نفقه و مصرف بخیل ایطوری باشه، او همیشه فرمان بردار نباشه. مردمی را پیدا کنیم که بالکل همینطور دوب پای استاده باشه. واقعا همینطور است. ثم لا یکونوا امثالکم، باز نباشه به مثل شما واره جنگ گریز نباشه، میدان هلاکدنی نباشه، نعوذ بالله. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین.